الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران و خواهران مسلمان، دوستان عزیز، امروز در ارتباط با اسباب وحدت و یکپارچگی مسلمانان و عوامل تفرق بحث میکنیم. یکی از موضوعات بسیار مهم و یکی از فرایض بسیار مهم که حتمی است و ضروری و لازمی و بالای ما و شما مسلمان است، وی است که وحدت و یکپارچگی در بین امت مسلمه یا امت اسلامی یا در بین جوامع اسلامی که فعلا به چندین جامعه تقسیم شدگی است، آنچنان فریضه است که بسیاری از مسلمان ها از این غافل هستند و برش هیچ توجه ندارند. اهمیتش هم که مسلمان ها متحد باشند، وحدت براتان میگم که چگونه وحدت است، بسیار مهم است. حتی از اهمیت شهادتین، کلمه شهادت یا کلمه توحید، کلمه طیبه، از این که در پایین نیست، یعنی بسیار مهم است. و همین قسم از نماز، روزه، زکات و حج بسیار مهم است. هدف اساسی دین و کتابی که الله نازل کردگی است، انبیا را روان کردگی است، هدف همی بوده که کل مسلمان ها، هر کسی کتاب دستور و کتاب الله است و هر کسی کتاب نظام الله است، باید متحد باشند و یک پارچه باشند. اتحاد، اجتماع و اتفاق اینا را قوت میده و اینا را یک پیکر و یک وجود میسازه که هیچ کس نمیتونه اندک ضرر به اینا برساند. یک ضرورت اجتماع و جامعه اسلامی هم است و ضرورت حکومت و سیاست اسلامی هم است. اساسی وحدت بنیادش با وحدت عقیده و ایمان میشه. عقیده و ایمان، عقیده توحید و ارکان ایمان، 6 رکن ایمان. با در عقیده توحید، توحید در عبادت، که فقط الله متعال همه مسلمان ها عبادت های خاص انجام بتن به او، که نماز است، روزه است، ذکر، زکات، حج، نذر، قربانی و غیره، و عبادت های عامه که فقط از یک دستور و یک نظام که الله روان کرده، که در کتاب الله و سنت و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم تمثیل شدگی است، از او اطاعت بکنند. تا وقتی که مسلمانان دارای یک فکر واحد، عقیده واحد نشوند و همین قسم در عمل، تا وقتی که فقط از الله و رسولش اطاعت نکنند و مرجع و منبع قانون و عقیدهشان فقط یک مرجع است که الله نازل کرده، قرآن و سنت پیامبر نباشد، وحدت و یکپارچگی به میان نمی آید. این 3 چیز بسیار مهم است: وحدت عقیده و فکر، عقیده توحید، ارکان ایمان که ایمان به الله و مراتب توحید. توحید ربوبیت، الله را در رب بودنش که متصرف همه کائنات، خالق و رازق و حیات و زندگی همه زنده جان ها به دست از اوست
به این عقیده نداشته باشند و وحدت به میان نمیاد. یعنی توحید اولین مرتبهش توحید ربوبیت است، باز توحید الوهیت، یعنی تنها یک ذات که الله سور عبادت کردن و فقط از دستور از او اطاعت کردن. به می خاطر و این عبادت ها را به جمعی انجام دادن یا یک نشانه وحدت است. می نماز جمعه را که ما شما می بینیم الله حکم کرده که کل چندین مسجد یک جای شوند در نماز جمعه و در نمازهای جماعت همگی عبادت الله را به جمعی بکنند و در نمازها بگویند که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط تو را عبادت میکنیم. نعبدو کلمه جمع است. این معنای وحدت میرساند که در عبادت به تو متحد هستیم یا الله، غیر از ذات تو دیگه ذاتی را عبادت نمیکنیم. و ایاک نستعین، و در هر مشکلی که به ما پیدا میشه، فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی باشد، فقط به تو رجوع میکنیم یا الله، از تو مدد میخواهیم، خدا به تو محتاج میدانیم، مشکل کشا، حاجت روا فقط تو را میدانیم. دیگه هیچ کس، هیچ مرجع، هیچ اول قدرت، هیچ انسان، هیچ مخلوق نمیتونه که مشکلات ما را حل کنه. این عقیده را داشته باش. و توحید اسماء و صفات که الله در هر اسم و صفتی که داره واحد است، کسی به امرای شریک نیست. هیچ مخلوق به صفت خالق نمیرسه و هیچ صفت خالق به مخلوق نمیتیم. بعد از اون ایمان به ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران، قیامت و قضا و قدر. 6 رکن ایمان. و مرجع عقیده ما هم یکی باشد که مو قرآن است و سنت است. به می خاطر الله متعال در سورة انبیا را و امتایش گفتگی است که ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاعبدونی، یعنی آیت 92 سورة انبیا. یقینا اینمی دین شماست که یک دین است، یعنی یک عقیده، نظام شما یک نظام است. و انا ربکم، الله میگه من رب شما، معبود شما، خالق شما، رازق شما هستم. فاعبدونی، فقط مرا عبادت کنید. یعنی توحیدتان، یک پارچگیتان در عبادت همی باشه که یک ذات الله را عبادت کنین و در اطاعت فقط از دستور و فرمان و حکم الله اطاعت کنین. هر دستور و فرمانی که از هر جا صادر می شود مخالف دستور الله باشد، مخالف کتاب الله باشد، مخالف هدایات پیامبر باشد، مردود است و او را در دیوال بزن، از او اطاعت نکنی که در او شرک اکبر یا شرک اصغر یا بوی شرک می آید. و در سورة المؤمنون آیت 52 الله می فرماید ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاتقون. یقینا امی دین و نظام یک دین واحد است، یعنی کلتان به این متحدانه چنگ بزنین و من رب شما هستم. فاتقون، فقط از ما بترسین در نافرمانی الله عواقبش بسیار خطرناک است. از مخلوق در جایی که انسان مسئولیت داشته باشه نافرمانیش عواقبش خطر نداره، ما از الله بسیار خطرناک است. امت اسلامی را، جامعه اسلامی را یا جهان اسلام چی چیز متحد می سازد؟ دین الله، شریعت الله، حکم و دستور الله. و این ریسپانی است که به این باید چنگ بزنیم، یک اساسی است که به این همگی مسلمان ها چنگ بزند و با یک وجود، با یک پیکر هیچ کس از این بیرون نباشه. الله حکم کرده که سیر یک فریضه می داند که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چنگ بزنین کل تانه مسلمان ها در هر جای دنیا که هستید، بحبل الله، بحبل الله یعنی کتاب الله، نظام الله، دین الله، جمیعا همگیتان. میتونه که یک نفر دو نفر یا یک قوم دو قوم یا یک جغرافیا جدا شود یک دیگه. ولا تفرقوا، متفرق نشین در عقیده، در دین، در اطاعت از نظام الله، در یک وجود بودن، در یک پارچه بودن، یعنی از این متفرق نشین. و می فرماید که پیش از آمدن قرآن و پیامبر اختلاف بود. قبایل عرب بسطها قبایل بودند، یکی با دیگه می جنگیدن، به نام این و آن اقوام و قبیله ها را جور کرده بودند. الله می اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء
یاد کنین نعمت الله را به بالای شما که الله عنایت فرمود زمانی که شما دشمن ها بودین، یعنی یکی با دیگه می جنگیدین، مکه با مدینه و قبیله مخزوم با قبیله غامدیه، هر یکی با دیگه می جنگید. فالف بین قلوبکم، الله محبت ایجاد کرد در بین دلهای شما با مدن قرآن و پیامبر و قبول کردن ایمان. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما به سبب نعمت الله که همین دین بود، قرآن بود، چی شدین؟ برادرها شدین. یعنی تو یک اخوت پیدا شد. این تو محبت در بین صحابه بود که حد نداشت. قرآن هم از او یاد میکنه که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در بین خود نهایت مهربان بودن، حتی قربانی ها میدادن، حتی ایثار میکردن. ایثاری را میگه که حق خدا به دیگران میدادن، یعنی حق خدا که ضرورت داری به یک برادر مسلمان بدی، این را ایثار میگه. اون که ضرورت نداشته باشی خب او را ایثار نمیگه. خودت اشد به یک چیز ضرورت داری او را میتی به یک مسلمان، ایثار میکردن. صحابه قدر یک دیگر را دوست داشتن. و در کتاب الله که ما شما فکر کنیم بسیار آیات ها است، با همین قسم پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار احادیث است که ما شما را با برادری و محبت به خاطر الله، بغض و عداوت به خاطر الله حکم میکنه، تعاون و مدد کردن یک دیگر، اصلاح در بین مؤمنین بکنین. کل از این دلالت به این میکنه که متحد باشین. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یقینا مؤمنین که از با دیگر برادرها هستند، اصلاح کنین در بین دو برادر. واتقوا الله، از الله بترسین، لعلکم ترحمون، تا اینکه به بالای شما رحم شود. یعنی با افتراق و بغض و عداوت در بین مسلمان ها کار نکنین، نشکده باشین که عذاب الله میآید به بالایتان. پس فرض است به بالای مسلمان ها که بر وحدت و یک پارچگی کار کنه، زیرا تاثیر واحد و یک جا بودن مسلمان ها، یک پارچه بودن مسلمان ها این است که بسیار ترقی میکنن، پیشرفت میکنن، رفاهیت به میان میآید، آبادی به میان میآید، قوت به میان میآید، دشمنان شکست میخورن و از این ذلت و بیچارگی و احتیاج به کافر، مهاجرت و کشتار و دربدری، از این چیزا نجات میافند. و می خاطر الله متعال میگه که تفرق که سبب از بین رفتن قوت شما میشه. در سوره انفال آیت 46 میفرماید که و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا، و اطیعوا الله، اطاعت بکنین از الله، دستورش و از پیامبرش، تنازع نکنین، اختلاف یعنی تو نکنین کتاب الله و سنت پیامبر بانی در دیگه چیزا بروین و یک دیگر را تهمت کنین. فتفشلوا، بزدل میشین، بی غیرت میشین، ضعیف میشین. فتذهب ریحکم، قوتتان از بین میره. یعنی واقعا این امیال ما شما چرا قوت نداریم؟ میبینیم به چشم، به خاطر که متفرق هستیم، جدا هستیم، یکی علیه دیگه خود هستیم. بنام این و آن اسباب تفرق هم بسیار زیاد است. محبت در بین ما نیست، وحدت عقیده وجود نداره، وحدت اطاعت وجود نداره، وحدت مرجع و منبع وجود نداره، منابع مختلف هر کس پشتش میره. اینمی سبب مشکلات، سبب ظلم، سبب جهالت، سبب مسلط شدن دشمنا و بالای ما و شما شدگی است. میبینیم. پس این فریضه بسیار مهم است. فریضه وحدت مسلمان ها قسمی که در دیگه فرایض عقیده جور می شود، در نماز اخلاق انسان جور میشه، با خالقش ارتباط پیدا میکنه. در این آنقدر قوت پیدا میشه که آنچنان یک حکومت ایجاد میشه با وحدت یک پارچگی که کل اسلام میتونه در کل دنیا نافذ کنه. کل اسلام در کل دنیا در جامعه خود میتونه حتی در بیرون. در حال ما شما اینقدر ضعیف هستیم که می قانون خدا، دین خدا، نظام خدا در خاک خود و در خانواده خود تا در جامعه خود نمیتونیم. امروز اولادای بسیاری یاغی و باقی شده دستی که در جامعه آنقدر فساد است که اولاد خود در خانه اصلاح کرده نمیتونه. جامعه که فساد است که کسی را گفته نمیتونه که کار نکو، این گناه است. اگر بگویه لط میخوره، مصیبت برش میاد، دشنام داده میشه، توهین کرده میشه. بعدی که الان اینی مثل شده میگه
تو در قبر منم میری، من در قبر تو. چی کار داری؟ چی کار داری در زندگی مردم؟ موسی به دین خود و عیسی به دین خود. این مطلع جوش. این چی است؟ این ضعف ما و شماست، این ذلت ما و شماست که یک گناهگار گفته نمیتونیم که گناهست. فساد در همه بخشای وجود ما موج میزنه. پس این بسیار اهمیت وحدت، اهمیتش اقامه دین است. دین زمانی نافذ میشه که ما یک پارچه شویم. برچی در تطبیق دین الله متحد و یک وجود و یک کیهان واحد شویم و کار کنیم، یک دیگر را نصرت کنیم، یک دیگر را مدد کنیم در اقامه و نافذ کردن دین الله. تا که در این متحد نشیم به دیگه چیزا نمیشه. الله متعال کل انبیا را میگه که در سورة شورى 13 که ببینین میفرماید شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحینا به وما وصينا به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق وما وصينا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه. الله میگه ما مقرر کردیم برای تو ای پیامبر از دین، از نظام، آن چیزی که به او حکم کرده بودیم. نوح علیه السلام، نوح اولین پیامبر تشریعی است که قانون الله، نظام الله را بیان کرده است. علیه کفر، شرک، فساد مبارزه کرده. میگه دینی که به تو گفتیم به نوح هم گفته شده بود، همون قانون. والذی اوحینا الیک، و آنچه که ما به تو وحی کردیم قرآن. و ما وصینا، و آن احکامی که حکم کردیم به او ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام. پیامبران اولوالعزم دمی پیامبر در آیت گفته شده. ان اقیم الدین، این چی کنین؟ این وصیت حکم چی بود؟ الله میگه این حکم بود که دین را حاکم بسازین، دین را نافذ بسازین، دین را قائم بسازین، یا نظام الله را کلتان متحدانه. ولا تتفرقوا فی، متفرق جدا نشین در اقامه دین، در تطبیق دین از یک دیگه جدا نشین. این تو نشه که یکیتان علیه دین شوید، دیگه تان بگوین ضروری نیست، دیگه تان بگوین قرن 21 است، دیگه تان بگوین حال کاربرد نداره، راه عملی نداره، قانون دیگه شده، از دنیا تغییر خورده، واقعیت ها را ما باید ببینیم. اینی گپا. حال مسلمان ها را که بگوی به اینی دین، به این اسلام، به این حکم عمل کو، او قربان کتاب الله شام، کی میتونه به این عمل کنه؟ کی عمل کردگی؟ خالفت میکنه. که دعوتش میدی واسه که دست شانه را به همراه یک جای بته و تو را همکاری کنه، همراهی کنه، هنوز علیه گپ میزنه. این چقدر مجرم بین المللی است، این چقدر جرم جنایت از این بالاست. و دیگران هم میگه نمیشه، در این وقت امکان نداره. بعضی مسلمان ها داریم به اقامه دین کار میکنه اما بر رد تفرقه و مخالفت کار نمیکنه. بعضی میگه تفرقه نکنین، با دین و احکام دین بر اقامهش کار نمیکنه. الله میگه تعادل توازن، هم دین قائم کنین هم علیه تفرق و اختلاف مبارزه کنین. جدی همزمان هر دوش. ان اقیم الدین ولا تتفرق، متفرق نشین. حتی الله متعال در قرآن میگه کسایی که تفرقه میکنن و جدایی میارن اینا صفات مشرکین دارن. این مشرک هستن که از یک دیگه جدا شدن، عقاید مختلف ایجاد کردن. در سورة روم آیت 31-32 الله میگه ولا تکونوا من المشرکین، از جمله مشرکین نشوید. مشرکین کی هستن؟ من الذین فرقوا دینهم، من الذین، از جمله او کسای فرقو که جدا کردن دین خودان را، دین الله را ماندن، یعنی فرقه فرقه، گروه گروه، یهودیت، نصرانیت، آتش پرستی، بت پرستی، سیکولریسم، کمونیسم، مختلف افکار عقاید جور کردن. این شرک است. الله میگه اعمال مشرک است. این قوتتان از بین میبره. و کانوا شیعا، و خودشان گروه شدن. وقتی که دین خدا را جدا کردن چی شدن؟ گروه شدن، طایفه شدن، فرقه ها شدن. کل حزب بما لدیهم فرحون. هر جماعت از جا با او عقیده و افکاری که دارن باز خوشحال آمدن، تکبر میکنن. او میگه ما حق هستم، او میگه ما حق هستم. الله میگه این جمله نشوین شما. و میفرماید که ما، الله میگه کسی که تفرقه کند، جدایی را به میان بیارد، این مسیر از این به آتش میره.
این با آتش می رود و این صفت یهودی ها را گفته است. و وحدت و یک پارچگی در بین مسلمان ها این رحمت الله است و این به سبب طاعت و بندگی و فرمانبرداری از دستور و هدایت پیامبر به میان میاد. در سورت هود آیت 118 الی 119 می فرماید که ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده. اگر الله میخواست کل مردم یک امت، یک وجود، یک جامعه میگشتن. اگر الله اراده میکرد یعنی اگر به زور میخواست این کار، ولا یزالون، همیشه از انسان ها مختلفین اختلاف میکنن به سبب جنایت هایی که انجام میتن. الا من رحم ربک، مگر کسایی که رحم کنه رب تو با بالای زو. سعی کنین الله می کسایی که اختلاف میکنه اونجا رحمت الله با بالای زونا نیست، غضب الله است. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. میگه کلام ربت کامل شدگی است که جهنم از انسان ها و جنیاتی که در دین تفرقه کردن پرشان میکنیم که به دیگه عبارات اینا را کافران گفته میشه. کسایی که الله میگه ما اونا را سرشان رحم میکنیم و متحد میکنیم، اونا کیستن؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین. الله میگه رحمت ما بسیار نزدیک است به محسنین، کسایی که نیک عمل هستند، نیک کردار هستند، نیک گفته، گپایشان مطابق وحی است، هدایاتشان اعمالشان مطابق وحی می باشد. اینا را الله میگه ما چی میکنیم؟ اینا را رحم میکنیم به بالایشان. واقعا تا وقتی که ما شما کار نکنیم با وحدت و با یک پارچگی و یک وجود شدن برای تطبیق اسلام، یک چیز به میان نمیاد. وحدت اسلامی چی را میگه؟ هدفش است که کمک یک دیگر ما به خیر و به حق و به قرآن باشه. به حق یک دیگر را کمک کنیم، تعاون بکنیم که دین الله، نظام الله حاکم شود برای ازی. و یک ما با دیگه ما نرمش داشته باشیم، تواضع داشته باشیم، متکبر نباشیم. هیچ وقت خود دیگه کس بالا فکر نکنیم از یک مسلمان دیگر. سختی نکنیم با بالا یک دیگر. اشتباه سر میزنه، گناه سر میزنه. نگویم که اندک گناه کرد و او پس اصلاح پذیرند، اصلاح میشه. گویم نه گپ تو خلاص شد، کت تو دیگه گپ زده نمیشه. اینی سختی و تندی ما شما حتی در یک جامعه که قرآن هم قبول داره، سنت هم قبول داره، خود تابعدار میگه، در بین ازمی ها ببینی بسیار جنجال ها و اختلاف و بغض و عداوت است. و رهبریت ما واحد باشد. رهبریت واحد رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبر ما شماست و هر کسی که به طریق پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکند و نمو را رهبر خود بدانیم. و در رأس ما یک نفر باشد. اینطور که چندین گروه، چندین گروه ها باشیم و هر کس سر ما حاکمیت بکند. و دیگه این که همه جامعه ما، حتی حکومت ما، در رأسش یک رئیس مسلمان، یک رئیس حکومت مسلمان باشد که هم دو تقوا باشد، علم باشد، کفایت کاری باشد و پابند به اقامه دین الله و حاکمیت دین الله باشد. سیاست ما واحد باشد که سیاست شرعی و سیاست قرآنی است. هر نوع سیاستی که مخالف قرآن است، الله متعال و پیامبر گفته این سیاست شیطانی است، از او باید دور باشیم. دیگه هدفی است که مسلمان ها یک دولت واحد، حتی یک حکومت واحد داشته باشند و یک جغرافیای واحد داشته باشند. اینی وحدت ها را الله از ما میخواد در تطبیق دین الله، این که یک جامعه واحد باشیم. هر کسی که مسلمان است بس اونمون برادر ما در هر جای دنیا که هست. اینطور یک جامعه داشته باشیم میتونه که ضعیف کمک بکند، یک قسم نباشد، بلکه در اون جای ضعیف پیدا نشد، هیچ ظلم نباشد. اینطوری که فقیر سرمایه‌دارای ما باید حتی فقر از بین ببریم. واقعا آدم که تاریخ اسلام باز یادش میاد میبینه که حکومت‌های قبلی هیچ فقیر وجود نداشت. مسلمانای تو حکومت ساختن دوران عباسی‌ها را که ببینین فقیر پیدا نمیشه. یکی از مدیرای زکات میگه من 6 ماه در یک اسب تیز رفتار پول زکات گرفته رفتم دست از زمینای اسلامی. 6 ماه هر جا که میرفتم پیسه زکات بگی فقیر وجود نداشت. این تو حکومت میخواد الله.
این تو حکومت اینه که 99% در فقر باشه و داد 24 ساعت از این داد بزنه، اقتصاد بالا میبریم، فقر از بین میبریم، رفاهیت هم میاریم، 24 ساعت گپش نمیزنه و مردم از فقر نان در خانهش پیدا نشد. فقیر وجود نداشت. الله این تو حکومت میخواد، این تو وحدت را میخواد که در قربانی دادن از یک دیگر پیشی میگیرن. اینا وحدت بدون قربانی به میان نمیاد. دین الله تطبیق شدن بدون قربانی نمیشه. این که بگویم ما هیچ کدام مشکل با ما پیدا نشه، زحمت هم نمیکشیم، امی تو بیایی، امکان نداره. برای از قربانی داده شد، برای از باید کار شود. نفاق، تفرقه حرام است در اسلام. اسبابشان بسیار زیاد است. یکیش اینمیست که دین الله و از اطاعت پیامبر فاصله گرفتن. الله در قرآن میگه ولا تکونوا کالذین تفرقوا، نشوید مثل کسایی که تفرقه ایجاد کردن، جدایی و اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البینات، بعد از اینکه دلایل واضح برشان آمد، وحی آمد، کتاب الله آمد. و اولئک لهم عذاب عظیم، الله میگه برای اینا عذاب به صفت عظمت، یعنی عذاب دائمی است برای اینا. یا کی بودن؟ یهود بودن. پیامبر آمد، کتاب آمد، ماندن، رفتن در خواهشات خود، در دیگه چیزا رفتن. پس اسلام برای ما و شما دستور میده که تفرقه و اختلاف، دین الله جدا شدن، افکار نو آوردن، این صفت کی است؟ یهود است، صفت نصارا، صفت مشرکین است. حتی میگه وقتی که اینا خرابی کردن، ما میگه الله میگه تفرقه را در بینشان انداختیم. فلما نسوا ما ذکروا به، الله میگه که و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم، بعضی از کسایی که میگن ما نصارا هستیم وعده محکم از اونا گرفتیم که به کتاب الله هدایت پیامبر عمل کنید. اینا چی کردن؟ فنسوا حظا مما ذکروا به، ترک کردن یک حصه بزرگی که به اینا بیان شده بود. ما چی عذاب دادیم؟ فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، ما ایجاد کردیم در بین از اینا دشمنی و بغض تا روز قیامت. تا روز قیامت یعنی اینا با دیگر دشمنی می داشته باشند. و سوف ینبئهم الله بما كانوا یصنعون، الله نتیجه اعمالشان در روز قیامت هم نشان میده. همیال یهود نصارا اینا جور نیستن در بین خود. خب مسلمان ها را زدن، تباه و برباد کردگی هستند. مسلمان ها را کی متفرق ساختگی است؟ اول کشورهای پرقدرت دنیا یا اول قدرت دنیا فعلا که است، اینا نمیخواهند که مسلمان ها دو حکومتش یکی شود، 5 دانش 10 تاش حتی یک اتحادیه جور کنند. خودشان اتحادیه اروپا، پیمان ناتو، پیمان وارسا، یعنی بیش از 100 کشور یک جای کردن، یک وجود. پیمان نظامی میگه هر کی سر ما حمله کنه جمعا ما سرش حمله میکنه. خودشان یک وجود، یک پارچه، گپشان یکی است، بیانشان علیه مسلمان ها یکی است. اگر 5 مسلمان حکومتش بخواه متحد شود، تو یک مصیبت ها را ایجاد میکنه. اینا چی میخواهن؟ اینا چی کار میکنن؟ اولش کشورهای اول قدرت، تا که اینها قدرت داشته باشن، به این قدرت که هستن هیچ وقت نمیماند. حکومت های ما و شما حکومت هایی که هست اینا متحد شوند و بر اسلام متحد شوند، هیچ وقت. دوم، بعضی حکومت هایی که هست بسیار ضعیف هستند که صلاحیت گپ زدن و کار خود ندارن، اینا نمیخوان، حتی نمیخوان که در یک کشور کل اقوام متحد باشه. این نمیخوان، یکی را برتری میته، دیگر کارهای میکنه که ایران میمانی. سوم، علمای ما اختلافات مختلفه، اختلافات قومی، اختلافات زبانی، حتی مذهبی، مسائل فرعی یا مذهبی، این نظریات در بین صحابه بود، وحدتشان از بین نرفته بود. این گپ نبود که ما فلانا مولوی را گپایش قبول داریم، هر چی که میگه دیگهش قبول نداریم، یا فلانا مفتی یا فلانا عالم میگم من اینی مذهب هستم، دیگه مذهب هر گپی که داره هیچ قبولش ندارم و بد میبرم، نفرت دارم. الله یعوذ بالله، تو کسا را دیدم که امام مذهب دو زدگی است. این فلانا مذهب کی میرسه به مذهب ما و او مذهب با دیگهش قبول نداره و حتی دشنام میده.
با وجودی که گپش حق باشه، مطابق قرآن باشه، مطابق هدایت سنت پیامبر باشه، باز هم قبول ندارم. این اختلافات دیگه، اختلافات طریقه‌ای که من در فلان طریقه هستم، هر کسی در طریقه ما نیست. من در فلان گروه هستم، هر کسی در گروه ما نیست. حالا ولی هر کس که کار میکند یک جماعت نواقص داره، یکی نقصان خود باید بپذیره. کار ما بینمی درجه است، اینی نواقص ما. وقتی یک کسی نواقص به خاطر اصلاح بیان میکند، باید انتقاد پذیر باشه، بگویم صحیح است. این انتقاد پذیری، نواقص پذیری در وجود ما شما نیست. اینی ما شما رو تباه کرده است. حتی چند جوان یک جای شد، یک فکر گرفتن، دیگه کس بگوید که اشتباه او را عید به درجه کفر میرسانم، کافر شدی میگه ایش. اینطور گفت. دیگه در مسائلی که اونجا اجتهادی است، مسائلی است که در فهم اشتباه شدگی، دایی یک دیگر رد کردن، بغض عداوت کردن، اینی سبب تباهی ما شما میشه و فعلا شدگی است. فعلا ما شما که از هم دیگر جدا هستیم، این می است که از الله و رسولش اطاعت نمیکنیم. منبع و مرجع را الله میگه فان تنازعتم فی شیء، اگر در یک چیز تنازع کردین فردوا الی الله و الرسول، این را به الله و رسولش بازگردانیم. دایی قبول نداریم، میریم دیگه گاهی میگیم این قبول شود، گاهی منابع و مراجع مختلف بر خود جور میکنیم. دیگه اینی چیزا سبب شدگی است، یعنی اسباب تفرق بسیار زیاد بود، وقت ما و شما کم بود، نشد که من بیان میکردم. انشاءالله باز یکم دفعه دیگه اگر درباره وحدت بود تنها میشه اسباب تفرق بگیریم. دوستای عزیز، فهم اسلام و قرآن هم یک صفت که در ما و شما پیدا شود که الله میگه که وقالوا سمعنا و اطعنا، سمعنا شنیدیم قبول کردیم هر آنچه که الله و رسولش میگه. یعنی این مقتضیات کلمه توحید است. اشهد ان لا اله الا الله چه معنا؟ کتاب الله. اشهد ان محمد رسول الله سنت پیامبر. سمعنا قبول کردیم، شنیدیم قبول، و اطعنا اطاعت میکنیم، فرمانبرداری میکنیم. نواقص داریم، غفرانک از تو بخشش میخوایم یا الله. ربنا و الیک المصیر، به طرف تو بازگشت ماست. سعی کنین این صفت صحابه بود. چرا اونا یک وجود، چرا اونا یک دیگر را دوست داشتن؟ زیرا سمعنا و اطعنا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. یا آیت دیگر، سخن مؤمنین نیست وقتی که دعوت به الله و رسولش داده شود بس سمعنا و اطعنا. ولی یک مولوی گناهی هم نکرده، یک کار مبارک انجام داده، یک قبر دامن میزنن، این طور شده و این طور شده، پشت از او گپ ده، پشت علمای بر حق گپ میزنن. همی بعض جوانا داریم، همی خوش است که همی تفرقه و جدایی و جنگ و اختلافات و تندی و تیزی و اینه میره در بین پرتا. این کار نکنیم. کسی اشتباه کرد مرا بفهمه که در اون نرم گپ ده. اشتباهش ببین به کدام درجه است. کافر شده کسی خطا و اشتباه خود، یا گناه کبیره را یا گناه صغیره را یا کار مباح انجام داده، اما رواج مردم نبوده، در بین مردم رواج نبوده. من یک مثال براتون میگم. یکی از علمای بسیار خوب بود، نیک بود، چند دانه زن گرفته بود، 3 دانه زن گرفت. یکی خدایی خیست مردم این مولوی 3 زن گرفته یا این شیخ، ولی گناه است. الله میگه فن که ما طاب لکم مثنی و ثلاث و رباع، از 2 شروع کنه 2 3 4 بگیره. این خوب بسیار خوب است. میال زنا که است اکثرش بی شوهر هستند. وقتی که چند زن گیری شود کل خانم ها صاحب شوهر میشن، بیوه ها صاحب سرپرست میشن، اولادایش هم درست تربیه میشن، فحشا و فساد از بین میره. یک مصیبت مردم و تهمت مردمی که 3 4 زن گرفت. باز مشکل پیدا شد، امی 3 زن طلاق داد. باز خیستن اوه ایده سایکو 3 زن یک بار طلاق داد. طلاق دادن در بعضی حالات اسبابش موجود واجب است، فرض است، نتی دوز میشه و در بعضی حالات هم سنت، در بعضی حالات مباح است. باز دیگه علیه از او گپ ده که 3 دانه را گرفته بود، 3 دانه را پس طلاق داد، حال یک تا دیگر را عروسی کرد. این سه گپ چقدر جهالت است.
نمیگه که می گناه از این چی گناه نیست، مباح گناه نیست. عوامل از این چی است؟ و یک عالمی که میبینه حق بیان میکنه، تابع حق است، به خاطر حق جان میته، قربانی دادگیست، سر این تو گپا میخیزه. برادرها چیزی را نمیفهمیم، علم نداریم، یک دیگر متهم، یک دیگر اسباب تفرق، بغض، عداوت، این را از بین ببریم. تواضع، نرمش، عفو و بخشش، یک تسامی. بعض اشتباهات کسی را میبینی چشم پوشی بکن، در اشتباهش را نگی. چیست یک سوال کرده کسی که مچم سفید ده کوچه استاد بند ساخته قبله مسجد. خب کدام موتر از چیست میگه را بند ساخته چی کرد؟ خب الله متعال بر ما شما توفیق عمل نصیب کنه که عمل بکنیم به کل اسلام. و گفتیم که وحدت در چی چیزا بود، در این بخش بسیار کار کنیم که یک فریضه بسیار مهم بود. بازی هم سبب قوت ما، هم سبب نجات از ذلت و شکست دشمنان، همه چیز می شود. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم.